چی قسمت 2. همیشه میگن فایتر باید تک باشه، اما حقیقت اینه که با یه تعدادی از ماهی‌ها میتونی نگهداریش کنی که تو ادامه ویدیو بهت میگم. 10 تا ماهی میخوام بهت معرفی کنم که کنار فایتر هم گروهی هم تکی میتونی نگهداریشون کنی. خیلی زومه. شماره 10 تترای کاردینال. شماره 9 رازبورای دلغک. نه 9. شماره 8 وایسا کات کن دقیقه. شماره 8 کوریدوراس. شماره 7 حلزون. شماره 6 تترانئون. کتفیش پوزه کوته‌ای. پوت کوزه‌ای. شماره 5. شماره 5 کتفیش پوزه بوته‌ای. شماره 4 کت اتو. شماره 3 لوچ نواری. شماره 2 پلاتی. شماره 1 تترارامینوز. برید حالشو ببرید.